تا حالا به این فکر کردی که شاید شخصیت توی فیلم و سریال بود و نبودش فرق نمی‌کرد؟ منظورم اینه اگه وجود نداشت آنچنان تغییری توی داستان پیش نمی‌اومد و مشکلی هم پیش نمی‌آورد. سلام، اینجا فیلم رمدیه و به ویدیوی چی میشد اگه هیستوریا وجود نداشت خوش اومدید. من داخل این پلیلیست جدیدمون قصد دارم بررسی کنم که اگه شخصیت توی فیلم، سریال و انیمه وجود نداشت چه اتفاقی برای اون اثر میافتاد. این موضوع رو از روی این ویدیو الهام گرفتم. خیلی خلاصه بگم که این کانال در مورد شخصیت‌های اتک ویدیو درست کرده بود. توی بخش مربوط به هیستوریا گفت بود و نبودش فرقی توی داستان نمی‌کرد و اضافی هستش. البته اینم گفته بود که کمتر از یک هفته کل انیمه اتک آن تایتان رو دیده، پس خورده‌ای نمیشه بهش گرفت. سراغ ویدیو. هیستوریا ریس فرزند نامشروع رود ریس و یه زن روستایی هستش. رود ریس رئیس خاندان سلطنتی واقعی داخل دیوارها بود و با وجود اینکه همسر داشت، یواشکی با یه زن روستایی رابطه برقرار کرد. بعد از مدتی هم هیستوریا به دنیا اومد و برای حفظ آبروی خاندان سلطنتی وجود هیستوریا فاش نشد و برای جلوگیری از این اتفاق رود ریس هیستوریا و مادرش رو در مزرعه‌ای دور افتاده پنهان کرد تا از این راز کسی باخبر نشه. هیستوریا هم داخل همون مزرعه بزرگ شد بدون اینکه پدرش بالا سرش باشه و اونو بزرگ کنه. نکته غمگین دیگه در مورد گذشته هیستوریا نحوه برخورد مادرش به اونه. مادرش هیچ علاقه‌ای به اون نشون نمیداد، برای اینکه ازش به شدت متنفر بود، چون خواسته باردار شده بود و تولد هیستوریا رو ننگ خودش میدونست و هرگز حاضر نشد دخترش رو در آغوش بگیره و باهاش هیچ صحبتی نمیکرد. در کنار اینها یه فردی بود که با محبت با هیستوریا برخورد میکرد، فریدا ریس، یکی دیگه از دخترهای رود ریس که صاحب قدرت تایتان بنیانگذار هم بود. اون بعضی اوقات به هیستوریا در مزرعه سر میزد و براش کتاب میخوند و هر بار بهش میگفت که دختر خوبی باشه، ولی موقع رفتن حافظه هیستوریا رو پاک میکرد و همیشه هیستوریا یه خاطرات مبهمی از این اتفاقات داشت. میدونید دیگه، خاندان سلطنتی قدرت تایتان بنیانگذار رو موروثی کرده بود تا کسی نتونه صلح تحمیلی جزیره رو خراب کنه. علاوه بر اون، قدرت تایتان بنیانگذار تغییر ژن و دستکاری حافظه تمام الدیایی ها، آغاز رامبلینگ و همینطور کنترل بقیه تایتان ها هستش. ymir بنیانگذار بعد از مرگش 2000 سال اسیر اراده خاندان سلطنتی بود. اون طبق عهدی که با کارل فریتز بسته بود، قدرت تایتان بنیانگذار رو فقط به افرادی که خون سلطنتی داشتن میداد، اما اجازه نمیداد از اون برای جنگ یا نابودی دنیا استفاده کنن. کینگ فریتز گفته بود هیچ وقت جنگی رو علیه دنیا نکن، بذارید الدیایی ها در صلح بمیرن، و به خاطر همین حرف ymir دسترسی کامل به قدرت های تایتان بنیانگذار رو به کسی که خون سلطنتی داره رو نمیداد و ymir نمیذاشت اتفاقی برخلاف گفته کینگ فریتز بیفته. ولی چرا ارن میتونست از تایتان بنیانگذار استفاده کنه؟ تو قسمت 12 از فصل دوم اتک آن تایتان، بعد از اینکه راینر و برتولت ارن رو دستگیر کرده بودن، ارتش میخواست دوباره ارن رو پس بگیره. تایتان خنده، همون تایتانی که مادر ارن رو خورده بود، روبروی ارن قرار میگیره و بعد از برخورد تایتان با ارن تونست قدرت تایتان بنیانگذار فعال کنه و تایتان ها رو کنترل کنه. این یکی از قدرت های تایتان بنیانگذار بود. حالا داخل داستان اتفاقاتی که میدونید چی شده، پدر ارن فریدا رو شکست میده و تمام بچهای رود ریس رو میکشه، اما خود رود ریس رو زنده نگه میداره. دلیل زنده نگه داشتن رود ریس هم ربط پیدا میکنه به یکی از عوامل رشد شخصیتی هیستوریا. برای اینکه به سوال اصلی ویدیو، یعنی چی میشد اگه هیستوریا وجود نداشت، برسیم، باید اون رو خوب بشناسیم. بعد از فرو ریختن دیوار ماریا و حمله تایتان زرهی و عظیم الجثه، حکومت جلی که داشتن جزیره پارادایس رو کنترل میکردن متوجه شدن که اعضای خاندان سلطنتی نابود شده و پس برای مخفی نگه داشتن این موضوع سعی داشتن هر نشونه‌ای که از اونها بود رو پاک کنن. کنی آکرمن مسئول این کار شد. کنی در ظاهر با حکومت همکاری میکرد، ولی به خاطر گذشته‌اش با رودریس یا خاندان سلطنتی اصلی همکاری هم میکرد. رود به همراه سربازهای کنی به محل زندگی هیستوریا رفتن و مادر هیستوریا رو کشتن. قبل مرگش مادرش گفت که کاش هیچ وقت هیستوریا به دنیا نمیومد و مسبب این اتفاقات اونه. اما رود برای اینکه بتونه بعداً از هیستوریا استفاده بکنه، کلا منکر این میشه که پدر هیستوریا هستش و بهش اسم کریستال لنز رو میده و اونو به جای دور میفرسته تا در سکوت زندگی کنه، چون تمام خاندانش نابود شده بودن و میخواد از هیستوریا برای برگردوندن قدرت تایتان بنیانگذار استفاده کنه. بعدش هم که به واحد ارتش اضافه شد. بعدها هم رود کنی رو مسئول آوردن هیستوریا و ارن میکنه تا هیستوریا قدرت رو از ارن پس بگیره، که در نهایت سرومی که آدما رو تبدیل به تایتان میکنه رو میچکنه و ارن رو آزاد میکنه. رود میخواست با تزریق سرم قدرت تایتان رو به خودش منتقل کنه تا دوباره کنترل اوضاع رو به دست بگیره، اما کنترلش از دستش خارج میشه و به تایتان عظیم و بی‌ثبات تبدیل میشه که در نهایت میمیره. بعد از مرگ رود، آخرین فرد از خاندان سلطنتی از بین رفت و هیستوریا بالاخره هویت واقعی خودش رو فاش کرد.
کرد. اون به عنوان ملکه قانونی پارادایس تاجگذاری کرد، دختری که یه روزی نفرین شده بود حالا نجات دهنده مردمش شده. دوستی با ymir. یکی دیگه از اتفاقات مهم زندگی هیستوریا دوستی با ymir بود. البته این ymir با ymir بنیانگذار فرق میکنه. ymir فردی بیرون از دیوارها بود که به عنوان مجازات تبدیلش کردن به تایتان خالص و اونو به پارادایس فرستادن. ymir بعد صدها سال تایتان خالص بود و بعد از خوردن مارسل که تایتان شیفتر بود تونست به حالت انسانیش برگرده. هیستوریا با نام جعلی کریستالنز به ارتش پیوست و خودش رو پشت نقاب یه دختر مهربون، مثبت و فداکار پنهان کرد. دختری که از نظر بقیه فرشته بود ولی اون از درون احساس گناه میکرد. هیستوریا از خودش بیزار بود. فکر میکرد مرگ مادرش تقصیر اونه و تنها راه رستگاریش رو این میدونست که خودش رو فدای دیگران کنه. همیشه هم خودش رو قربانی دیگران میکرد تا شاید حس ارزشمندی پیدا کنه. آشنایی با ymir نقطه شروع تغییرات درونی هیستوریا بود. ymir برعکس هیستوریا شخصیتی سرکش و بی‌پروا داشت. زنی بود که از بند دروغ فرار کرده بود و خیلی زود فهمید که هیستوریا دروغین داره زندگی میکنه. از طرف ymir شنیده بود که حکومت جعلی به دنبال هیستوریا هستش تا نابودش کنه و ymir یه جوری میخواست از هیستوریا محافظت کنه. رفته رفته رابطه این دو نفر با هم عمیق‌تر شد و ymir بارها هیستوریا رو از مرگ نجات داد. حتی زمانی که جون هیستوریا در خطر بود ymir تبدیل به تایتان شد و ازش محافظت کرد. در نهایت ymir باید تصمیم میگرفت که با راینر و برتول به مارلی بره یا کنار هیستوریا بمونه. اون میدونست که اگه به مارلی بره حتما کشته میشه، اما تصمیم گرفت برگرده تا شاید کسی از مارلی متوجه نشه که داخل جزیره فردی با خون سلطنتی وجود داره، چون اگه مارلی از این موضوع با خبر میشد بدون شک برای گرفتنش اقدام میکرد. میشه گفت دوستی با ymir یکی از بزرگترین عوامل رشد شخصیتی هیستوریا بود. ymir همیشه بهش میگفت خودت رو برای دیگران قربانی نکن، خود واقعیت باش و خودت رو دوست داشته باش. بعد از رفتن ymir اون حرفا تو ذهن هیستوریا موند و تبدیل به جرقه استقلال و بلوغ شخصیتی شد. همون چیزی که بعدها باعث شد در برابر پدرش بایسته و مسیر خودش رو انتخاب کنه. این بود از تمام اتفاقات هیستوریا و میرسیم به بحث اصلی که چی میشد اگه هیستوریا وجود نداشت. بعد از شکستن تایتان جانور هیستوریا ملکه پارادایس شد. ایرن و واحد نظامی هم به جشن تاجگذاری هیستوریا رفتن و بعد از برخورد ایرن با هیستوریا اون همه چیز رو فهمید. همه چیز، اینکه خون سلطنتی دقیقاً چیکار میکنه، چطوری باید رامبلینگ کنه، چطوری بازیک نقشه بریزه و خیلی چیزهای دیگه. اون بوسه‌ای که ایرن به دست هیستوریا زد قطعا اتفاقات انیمه رو به قبل و بعد تقسیم کرد. اگه قسمت 22 از فصل سوم انیمه اتک آن تایتان رو ببینید، بعد از اون بوسه شخصیت ایرن کلا تغییر کرد. یعنی شاید فکر کنی که فصل 4 ایرن کلا فازش عوض شده، ولی بعد از اون بوسه ایرن عوض شد چون آینده و گذشته رو دید. خب 1% هیستوری وجود نداشت، رامبلینگ هم وجود نداشت، کلا مسیر داستان عوض میشد. دیگه بازیک نمیتونست نقشه بریزه پا بشه بره مارلی. جدای از اون ملکه هم نداشتیم. تو فکر کنی که از دوستات ملکه شده، چقدر آزادی داری داخل اون حکومت. اگه مردم متوجه حکومت جعلی نمیشدن و همچنان پاورجا بود، نهایتا ایران رو میکشتن یا یه جای زندانی کرده بودنش. هیستوریا وارث خون سلطنتی و پادشاه شدنش باعث فروپاشی حکومت جعلی شد و باعث شد دید مردم به حکومت عوض بشه. یه نماد بود برای انسانیت. تو دنیایی داشتن زندگی میکردن که هر لحظه امکان داشت دوباره توسط تایتان ها بهشون حمله بشه. پر از خون و خونریزی بود. هیستوریا یه شاخه گل بود میون صدها آدم کش. اصلا اگه وجود نداشت ایران نمیتونست آینده رو ببینه و با زیک نمیتونست نقشه بریزه. حکومت هم سر جاش میموند. اون با حضورش باعث دلگرم شدن و ایمان آوردن مردم به حکومت شد. هیستوریا رشد شخصیتی بسیار خوبی داشته داخل داستان. از بچه‌ای که توسط پدرش ترک و توسط مادرش طرد شده بود تبدیل به ملکه پارادایس شد. از فرش رسید به عرش. پس نتیجه میگیریم که اصلا جرقه نابودی دنیا توسط اون بوسه انجام شد و اگه اون بوسه نبود همه چیز به هم ریخت. خیلی خوب، اینم از این ویدیو. شما تا حالا به این فکر کردین که اگه شخصیت توی داستانی وجود نداشت چه اتفاقی برای اون اثر میافتاد؟ مثل داستان هیستوریا بودنش حیاتی هستش یا نه اگه از داستان حذف بشه تغییری ایجاد نمیشه؟ میتونید ویدیو بعدی از این پلیلیست رو شما ایدهشو بدید. پس کامنت کنید. لایک و سابسکرایب هم فراموش نشه و تا ویدیو بعدی فعلا خدافظی. یه پست کردیت سین داریم که خیلی جالبه. اگه 1% مخالف حرفم هستی یا شک داری به چیزهایی که گفتم یا مدرک خفن برای اثبات حرفم از توی انیمه پیدا کردم. دنبال فوتیج از هیستوریا میگشتم که رسیدم به قسمت 20 از فصل 4 اتک آن تایتان. داخل این قسمت ایرن و زیک داشتن خاطرات گیرشا ریگر رو میدیدن. توی یه بخشی گیرشا رفته بود تا قدرت تایتان بنیانگذار رو از فریزا بگیره، اما پشیمون شد و گفت من یه دکترم و نمیتونم مردم رو بکشم، باید جونشون رو نجات بدم. اینجای داستان ایرن به پدرش توی گذشته میگه که تو باید این کار رو انجام بدی و میگه یادت نره برای چی اینجایی. بعدش گیرشا چاقو رو توی دستش میزنه که یعنی تبدیل به تایتان شد. حالا دقیقاً بعد از زدن چاقو به دست خودش تصویر بوسه زدن ایرن به دست هیستوریا نشون داده میشه. مدرک از این واضح‌تر و خفن‌تر نمیتونی پیدا کنی. دقیقاً همون حرفی که یکم قبل داخل متن گفتم، اینکه این بوسه اتفاقات اتک آن تایتان رو به قبل و بعد تقسیم کرد.